تا به این فکر کردین که چرا وقتی به کسی محبت میکنیم دوست داریم اون هم با محبت به ما جواب بده، و یا چرا زمانی که زنگ یه خونه رو میزنیم دوست داریم در برامون باز بشه؟ این حس توقع و انتظار از کجا میاد و چرا وقتی یه چیز مطابق انتظار ما پیش نمیره همراه با ناراحتی و یا حتی عصبانیته؟ حس توقع در انسان چیزی کاملا طبیعی هستش که به مرور زمان در انسان شکل گرفته و تکامل پیدا کرده. این حس به ما کمک میکنه که بتونیم جهان رو پیش بینی بکنیم و بر این اساس بتونیم برای آیندهمون برنامه‌ریزی کنیم و روابط خودمون رو هم بتونیم مدیریت بکنیم. حالا این حس از کجا اومده و چگونه تغییر پیدا میکنه؟ همونطور که گفتم مغز ما دوست داره جهان رو قابل پیش بینی ببینه. فرض بکنید که زمانی که میخوایم کلید چراغ برق رو بزنیم انتظار داریم که لامپ روشن بشه و این اتفاق اگه نیفته حتما تعجب خواهیم کرد. این قابلیت به ما کمک کرده که حتی در طول تاریخ هم زنده بمونیم. تصور بکنید زمانی که اجداد ما در طبیعت زندگی می‌کردند، زمانی که می‌دیدن فقط در یک فصل خاص بارون میاد و این روند ادامه دار نشده و حالا به هر دلیلی در یک فصل بارون نیامده، احتمالاً اونها هم دچار مشکل شدن. پس مغز ما یاد گرفته که الگوها رو شناسایی بکنه و بر این اساس هم توقع بسازه. زمانی که مغز ما آینده رو پیش بینی میکنه، سپس انتظار میکشه و اگر اون اتفاق بیفته، مغز ما دوپامین ترشح میکنه و ما احساس خوبی پیدا میکنیم. و حالا اگر این اتفاق برخلاف انتظارات و توقعات ما رخ بده، ما ناراحت میشیم و یا احساس عصبانیت میکنیم. این همون دلیلی هستش که زمانی که ما به دوست صمیمیمون پیام میدیم و اگر اون جواب ما رو نده یا پیام ما رو نخونه، ما احساس ناراحتی میکنیم، چون مغز ما طبق تجربه‌های قبلی این رو یاد گرفته زمانی که ما به دوست صمیمیمون پیام میدیم باید سریعا هم جواب دریافت بکنیم. چگونه تجربه هامون توقعات رو میسازه؟ ما از همون کودکی شروع به ساختن توقعات میکنیم. اگر نوزادی گریه بکنه و مادرش هر بار به اون توجه بکنه، نوزاد یاد میگیره و متوجه میشه که با گریه کردن میتونه توجهات رو به خودش جلب بکنه. این الگو در تمام زندگی ما ادامه پیدا میکنه. حتی زمانی که ما به دیگران سلام میدیم و هر بار اونها به ما پاسخ میدن، ما انتظار داریم که هر بار سلام میدیم از دیگران پاسخ بگیریم و اگر کسی به ما پاسخ نده، ما ناراحت میشیم و بهمون برمیخوره، چون توقعات ما شکسته میشه. نکته جالب اما در این بین اینه که گاهی توقعات ما ناخودآگاه شکل میگیرن. یعنی حتی ما متوجه نیستیم که اونها کی شکل میگیرن. زمانی که ما سوار آسانسور میخوایم بشیم، ما همیشه انتظار داریم که آسانسور درست کار بکنه، اما زمان روزی که میبینیم آسانسور خرابه، متوجه میشیم که ما حتی از آسانسور هم توقع داشتیم و اینجا توقع ما شکسته میشه. اما فقط تجربه هامون توقعات رو در ذهن ما شکل نمیده، بلکه جامعه هم اون توقعات رو در ذهن ما به وجود میاره. اگه بخوایم جامعه رو به خانواده، حکومت، فرهنگ، اقتصاد تقسیم بکنیم، میتونیم خیلی نتایج زیادی از توقعات و انتظاراتی که در ذهن ما شکل گرفته رو پیدا بکنیم. اما فرهنگ و جایی که ما در اون بزرگ میشیم نقش بسزایی ایفا میکنه در به وجود اومدن توقعات و انتظارات ما. بذارید با یه مثال ویدیو رو ادامه بدیم. اون هم این که در آسیا و ایران به طور کل فرهنگ جمع‌گرایی رایجه و در غرب و اروپا فرهنگ فردگرایی. یعنی چی؟ یعنی که ما در ایران نسبت به خانواده مسئولیت و تعهدی داریم و خانواده هم یه مسئولیت و تعهدی نسبت به ما داره. اما در غرب و اروپا کمتر این احساس میشه. این همون اگه حالا این رو بخوایم به بقیه موضوعات دیگه مثل حکومت، اقتصاد و چیزهای دیگه ربط بدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که حالا همه اون آیتمایی که دیگه هم اشاره کردیم کاملا متفاوت هستش. ما اینجا از حکومت یک انتظاراتی داریم، حکومت از ما یه سری انتظارات داره. در اروپا هم کاملا همینه. مردم از حکومت یه سری انتظار دارن، حکومت هم از اونها یه سری انتظارات دیگه داره. اما در این بین چیزی که باعث شد که انسان توقعات و انتظاراتش شاید متفاوت بشه در طول تاریخ بشریت، چیزی به اسم دین بود. دین باعث شد که انتظار انسان حتی از آخرت هم توقعاتی داشته باشه. در اسلام و مسیحیت وقتی صحبت از انجام دادن کارهای خوب طی دوران زندگی انسان میشه، به این دلیل هستش که پاداش آخرت به اونها داده میشه. پس این باعث میشه که انسان حتی از آخرت هم توقع داشته باشه. حالا توقعات انسان چطور از گذشته تا کنون اینقدر دچار تغییر و تحول شده؟ اگه بخوایم به انسان‌های اولیه و انسان‌های نخستین اشاره بکنیم، اونها توقعشون فقط از زندگی زنده موندن بوده، یعنی اونها برای بقا تلاش می‌کردن. اگه بخوایم یه ذره بعدتر بیایم
انسان سعی میکنه با رعایت کردن یه سری اصول اخلاقی زندگی بهتری رو داشته باشه. اما حالا ما به دوره و زمانی رسیدیم که ما حتی از پزشکان هم انتظار داریم برای هر بیماری راه حل داشته باشن و اگر این شکلی نباشه تعجب خواهیم کرد. پس توقعات و انتظارات ما هم رفته رفته بیشتر میشه. حالا چه چیزهایی باعث شده که این انتظارات بیشتر بشه؟ پیشرفت علم و فناوری مهمترین عامل در این بین بوده. با گذشت زمان و به وجود اومدن یه سری تکنولوژی‌های جدید، انسان هم توقعش و انتظارش از دنیا و محیط اطرافش بیشتر شد. یکی از چیزهای دیگه که باعث شد انتظار انسان از جامعه و حالا محیطی که در اون زندگی میکرد بیشتر بشه، تحولات اجتماعی بود. در گذشته زنان کار کمتری میکردن و یا شاید میشه گفت به اندازه مردان کار نمیکردن بیرون از خونه، اما با گذشت زمان و حالا حداقل طی این 100 سال اخیر زنان هم یه سری از کارهایی که فقط مختص مردان بود یا بهتر بگم فقط شغل مردونه شناخته میشد در جامعه هم انجام میدن. این همون بحثی هستش که با یعنی پیشرفت علم و فناوری و تحولات اجتماعی باعث شد که توقع و انتظارات ما هم از محیط پیرامونمون عوض بشه. حالا احتمالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا توقع داشتن خوبه یا بد؟ باید مثل جواب هر سوال دیگه باید بگم که هم خوبه و هم بد. بذاریم با یه مثال صحبت‌ها رو ادامه بدیم. اون هم اینه که فکر بکنید یه نفر از خودش انتظارات زیادی داره، انتظار داره همیشه پیشرفت کنه، همیشه توقع این رو داره که آدم موفقی باشه. این انتظارات اگر کم و یا بهتر بگم به اندازه باشه میتونه باعث پیشرفتش بشه، ولی اگر بیش از حد باشه باعث به وجود اومدن کمالگرایی و یک مشکل جدید میشه. پس میتونیم بگیم توقع داشتن هم خوبه و هم بد. حالا چگونه میتونیم توقعاتمون رو مدیریت بکنیم؟ اول از همه و شاید مهمترین چیز در بین همه این مواردی که میخوام اشاره بکنم اینه که واقع بین باشیم. یعنی یه دید منطقی به تمام انتظارات و توقعاتی که از خودمون یا از دنیا یا از جامعه داریم نگاه بکنیم و سعی بکنیم تا حدی که جا داره توقعاتمون رو پایین بیاریم. اما مورد دوم، خودآگاهی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی همونطور که گفتم خیلی از توقعات در ذهن ما ناخودآگاه شکل میگیرن. باید سعی بکنیم با یه دید منطقی ببینیم که چقدر از اونها درست هستش و چقدرش غلط، و اگر دیدگاه غلط و توقع غلط داریم سعی در اصلاح اون داشته باشیم. مورد سوم چیه؟ انعطاف پذیری. یعنی که سعی بکنیم یک ذره توقعاتمون رو با زندگی و شرایط تطبیق بدیم. این هم میتونه راه حل خوبی باشه برای اینکه کمتر از این موضوع آسیب ببینیم. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.